ما و شما یقین میدانیم که اگر جنایت صادر کنیم حتما ما را دستگیر میکنند از جانب کارمندان پلیس و حتما ما را به محبس میکشند. پس شما چه گمان میکنید وقتی اگر گناه صادر کنید و در شریعت پروردگار قانون شکنی کنید، آیا شما را خداوند بی جزا میماند؟ این همه بلا و مصیبت هایی که بر سر ما و شما می آید، آیا باری هم فکر کرده اید که سببگار آن در چیست؟ سبب در چیست که خداوند بر سر ما و شما اینقدر بلا و مصیبت ها را می فرستد؟ آیا این را باری هم فکر کرده اید؟ البته سببگار آن نحوست گناهان خود ما و شماست. الله رب العالمین می فرماید: استعیذ بالله ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبتی که بر سر شما می آید به سبب گناهانی است که خود شما انجام داده اید. سبحان الله. برادر و خواهری که در ملک خداوند گناه میکنی و در شریعت پروردگار قانون شکنی میکنی، خوب به یاد داشته باش که هر گناهی که انجام میکنی یک پریشانی و یک مصیبت و سختی را بر سر خودت میآری. این را هرگز فراموش نکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.